در لواسان کاخ 6000 متری ساختن. چند وقت ما درگیر بودیم روی این قضیه، اما خب حالا دیگه با نفوذ، با نمیدونم لابی، با فلان انجام دادن که خب متاسفانه وقتی هم که هر کسی هم مطرح میکنی مراکزی که بعد این کارو پیگیری کنن چشونو میبندن دیگه. حالا چه اتفاقی پشت صحنه افتاده الله اعلم. اون کاخ 6000 متری میتونید بگید مال کیه؟ دیگه حالا اجازه بدید نگم الان به شما دیگه. چرا خب حالا دیگه جا قبل از برنامه شما داشت تبلیغ می‌کردیم براش نداریم، ولی شاید به هر حال وقتی صدا سیما درش تبلیغ میکنه من چی بگم دیگه؟ آها صدا سیما برش تبلیغ بله دیگه. ببینید کسی که ثروت داره، بانک داره، بازار فلان داره، بازار بهمان داره، امکانات کذا داره، امکانات چی داره دیگه، چه بگیم؟ بزرگترین ویلای باستی هیلز متعلق به خانواده‌ایه که عنوان بزرگترین بازارهای مبل و موبایل ایران رو هم یدک میکشن. خانواده انصاری که معروفترین چهره اون علی انصاری بعد از تأسیس بانک‌های تات و آینده و عضویت در هیئت مدیره استقلال این روزا بیش از همه نامش به خاطر ساختن یکی از بزرگترین مال‌های جهان در تهران بر سر زبون است: ایران مال. در این قسمت از شهرداد به چگونگی سربرآوردن این غول بتونی در منطقه 22 تهران میپردازیم. البته متفاوت از رویه رسانه‌های رسمی که تا حالا بیشتر رپورتاج ایران مال رو در اونها شاهد بودیم. مجموعه محترم ایران مال به ما یک فضایی رو داده بودن که ما دکورمون رو اونجا بنا بکنیم. تصمیم بر این شد که در فضای نمایشگاهی ایران مال 3000 تخت خواب برای بیماران کرونا ویژه ایجاد بشه و این پیشنهاد هم از خود آقای انصاری و مجموعه ایران مال بوده. کار مهم و بزرگی هم داره انجام میشه. 45000 متر اونجا هست و بالاخره 3000 تخت خواب هم پوشش میدن. ساخت این پروژه توسط مهندسان و فرزندان همین مملکت اتفاق افتاده. یعنی ما روزی 22000 نفر، تقریبا میتونم بگم 55 میلیون نفر روز موجب شده این محصول رو امروز شما مشاهده میکنید به عنوان سازه تمدنی ایران مال. که فقط کار. البته این رو هم بگم که برخی رسانه‌های معاند مدعی شده بودن علی انصاری مؤسس بانک آینده با اختلاسی 140,000 میلیارد تومانی از کشور فرار کرده. ساخت بازار بزرگ ایران یا همون ایران مال در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه 22 ابتداً توسط سازمان املاک و مستغلات شهرداری از طریق مشارکت با بخش خصوصی کلید خورد. بعدها و به دلیل انصراف شهرداری از مشارکت قرار شد ملک مذکور به کلی از طریق مزایده به فروش برسه و شهرداری کنار بره. 11 بهمن 88 این ملک در روزنامه دنیای اقتصاد با شرایط سختگیرانه‌ای به مزایده گذاشته میشه. خریدار باید حداکثر ظرف مدت 1 ماه ثمن معامله را نقداً پرداخت کنه و ظرف مدت 2 ماه هم نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و تعیین تکلیف عوارض شهرداری اقدام کنه. مزایده رو توی دنیای اقتصاد میذارن لذا که اون کسی که اون بخش خصوصی که قرار بوده با شهرداری مشارکت کنه به طرز اتفاقی اونه که برنده این مزایده میشه و تنها شرکت کننده مزایده هم هست و شرایطی هم که توی مزایده هست که شرایط خیلی ساده‌ای هم نیست و شرایط قانونی که در مزایده بوده بعدن توی قرارداد نهایی که با این بخش خصوصی بسته میشه همه اونا خیلیاش نقض میشه و به نفع اون پیش میره. علی انصاری برنده این مزایده است. نکته عجیب اینه که طبق نامه سازمان بازرسی به قالیباف شهردار وقت تهران همین شرایط سختگیرانه بعد از برگزاری مزایده و برنده شدن انصاری به کل کنار گذاشته میشه. تو شرایطی که قرار بود ثمن زمین تا 1 ماه بعد از مزایده تسویه بشه
بعد از گذشت 5 ماه از مزایده و در تیر 89 تازه بین طرفین مبایعه نامه امضا میشه و طبق اون شرط پرداخت نقدی 1 ماهه ثمن معامله تبدیل میشه به پرداخت به صورت چکی، اون هم طی 10 ماه بعد از برگزاری مزایده. و یا عوارض صدور پروانه که براش مهلت 2 ماهه تعیین شده بود قرار میشه طی 13 مرحله و 32 ماه بعد از برگزاری مزایده از سوی خریدار پرداخت بشه. به این ترتیب علی انصاری و شرکت توسعه ساختمانی البرستات با پرداخت 118 میلیارد تومان بابت قیمت زمین و 145 میلیارد تومان برای عوارض پروانه ساختمانی مالک بیش از 267 هزار متر مربع از زمین‌های شهرداری تهران در منطقه 22 میشن. یه زمین دارای پروانه متری کمتر از 1 میلیون تومان. البته بعدها معلوم میشه که حتی تیم کارشناسی که حدود 6 ماه قبل از مزایده این زمین رو قیمت گذاری کردن هم در واقع نمایندگان آقای علی انصاری برنده مزایده بودن. یکی از مواردی که سازمان بازرسی از قالیباف شهردار وقت سوال کرده هم همینه که مبنای حقوقی این اتفاق عجیب چیه؟ سوال بعدی این بوده که چرا شهرداری ملک رو به قیمت کارشناسی 11 ماه قبل فروخته و آیا در طول این مدت تغییر قیمتی اتفاق نیفتاده؟ و از همه عجیبتر صدور پروانه برای زمینی که اصلاً سند نداره و قولنامه‌ایه. زمین سند نداره، قولنامه‌ایه و حالا روی زمینی که سند نداره پروانه گرفته میشه. و سوالات و ابهامات دیگه‌ای که گویا سازمان بازرسی جواب دقیقی برای اونها از شهردار و قائم مقامش دریافت نکرده و مجدداً در خرداد 92 در نامه‌ای به قالیباف تاکید کرده که تسهیلات و امتیازاتی که شهرداری برای خریدار قائل شده وجاهت قانونی نداشته و شهرداری باید پیگیر جبران ضرر و زیانی که بهش وارد شده بشه و نتیجه رو به این سازمان اعلام کنه. نتیجه تا اینجای کار تملک عجیب انصاری و شرکت البرستات بر بیش از 26 هکتار از زمین‌های شهرداری تهران و شروع فرایند عجیب‌تر صدور پروانه ساختمانیه. شرکت توسعه ساختمانی البرستات در سال 89 از دفتر خدمات الکترونیک شهر درخواست صدور پروانه میکنه و در آبان همون سال پروانه اولیه به مساحت 633 هزار متر مربع در قالب یک ساختمان برای مجتمع ایران مال صادر میشه. در این بین و در مرداد 90 این شرکت و علی انصاری 56 هزار متر مربع زمین هم از ارتش مالک زمین‌های اطراف میخرن. سازمان بازرسی معتقد در اینجا هم با وجود ابهاماتی نظیر مشخص نبودن مجوز ارتش در فروش اراضی، فروش بدون برگزاری مزایده و نادیده گرفتن صرفه و صلاح فروشنده در قیمتگذاری ملک معامله شکل گرفته. حدود 5 هکتاری هم اضافه میشه به این که 31 هکتار فکر میکنم میشه. این کار به خاطر این هستش که بتونن تغییر پروانه بگیرن و پهنه رو تغییر بدن. چند ماه بعد مالک صرفاً با ارائه 2 برگ صلحنامه عادی درخواست افزوده شدن 5 هکتار جدید به اراضی قبلی رو میکنه و این تغییر پروانه با دستور معاونت شهرسازی و معماری وقت منطقه 22 در صورتی انجام میگیره که طبق همین پروانه این ملک اصلاً سند نداره و قولنامه‌ایه و طبق مقررات طرح تفصیلی شهر تهران اصلاً امکان صدور پروانه براش وجود نداشته. از طرفی در مورد زمین و عرصه ملک قبل از هر اقدامی باید نظریه و استعلام کمیسیون‌های ماده 5، ماده 7 و ماده 12 اخذ می‌شده که تو شهرداری منطقه 22 بدون سیر این مراحل قانونی نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام شده. توی تنها رأیی که روی این زمین‌ها هست برای کمیسیون ماده 5 تصریح شده که هر بخش این 500 هکتار بخواد بنایی رو روی خودش سوار بکنه و بارگذاری داشته باشه باید جداگانه بیاد رأی کمیسیون ماده 5 رو بگیره و این زمین تا امروز همچین رأی رو نداره رو خودش تا وقتی که ساخته شده. حالا شاید بعداً برن بگیرن ولی مهم زمانی است که بخواد بسازه و پروانه بر اساس رأی کمیسیون ماده 5 ماده 7 و اینها باید بیاد و تایید بشه.
اما این تخلف آشکاریه که پروانه رو به نوعی میگیره، با یک پروانه 600,000 متر مربعی شروع میشه. این شروع 600,000 متر مربعی و بعد ماجرای بروز شدن پروانه‌های ساخت ایران مال مرزهای قبلی شگفتی در این پرونده رو جابجا میکنه. در فرایند ساخت ایران مال از سال 89 تا 95 به شکل عجیبی 8 پروانه با توسعه متراژ و تعداد ساختمون و بنا صادر میشه که نهایتاً این بنا رو از 600,000 متر مربع مجاز به بیش از 1,600,000 میرسونه. پروانه ها غالباً سالی یک بار میتونن تغییراتی بکنن. اون چیزی هم که قانونگذار دیده، فهمش از تغییر پروانه، تغییر اینه که شما مثلا یه آپارتمانی دارید میسازی، یه پیشروی دارید، همسایه‌تون پیشروی کرده، یه کسی یه بالکنی اضافه کرده، سر اینا میان دستور نقشه رو تغییر میدن، پروانه‌تون رو تغییر میدن، به شما اجازه میدن که این تخلفی که کردید رو تو پروانه‌تون میارید و انجام میدید و درستش میکنید میره. در حد مثلا 10 متر 20 متر نه 100 متر. چطور ممکنه که پروانه از 600,000 متر مربع تبدیل بشه 1,600,000 متر مربع؟ یکی دیگه از بحث‌های تخلفی این هستش که اصلا اینجا برای اون پروانه 600,000 متر مربعی ساخته نشده. ما بررسی که کردیم می‌بینیم تو عکس‌های هوایی اینا مشخصه که کار برای 1,600,000 متر مربع داره ساخته میشه. سازه و سطح اشغالی که تو زمین دیده میشه روی عکس‌های هوایی کاملا برای همین چیزی که الان هست. از کی؟ از سال 89 90. الان ما تو 99 داریم میبینیم با چند بار تغییر پروانه به این رسیده ایران مال. به نوعی اینجاست که معلوم میشه ذهنیت سازنده خیالش راحت بوده از این که هر چقدر بخواد پیشروی میکنه و خورد خورد این پروانه به روز شده. پروانه اساساً چیزیه که از طرف مسئولین شهر ابلاغ میشه تا بنا بر اساس اون ساخته بشه. اما اینجا قضیه برعکسه. بنا داره بدون توجه به نیازسنجی و زیرساخت‌های منطقه و دیگر مسائل شهری ساخته میشه و در واقع داره خودش رو به شهر تحمیل میکنه و پروانه هم پشت سر آجرهایی که داره روی هم گذاشته میشه هر چند ماه یک بار خودش رو با بنا منطبق میکنه. ذهنیت سازنده اینه که من به جای این که بیام 600,000 متر مربع هم بکنم مثلا 1,000,000 متر مربع، بعد بخوام برم تو کمیسیون ماده 100 که حالا یا رأی تخریب بدن یا رأی جریمه بدن بر من، اینجا رو بر بازرس بستم، حالا با مناسباتی که ما نمیدونیم چی بوده، در حینی که دارم 600,000 مترمو میکنم 1,600,000 متر مربع، اون طرف میرم چند ماه یه بار و سالی یه بار یا سالی بیشتر از یک بار پروانه هام رو تجدید میکنم و با این تجدید پروانه عجیب و غریب بنا رو ظاهرا بدون تخلف میبرم جلو. حالا مواجهیم با آخرین پروانه. آخرین پروانه با بنا منطبقه. من حتی از اعضای شورای شهر فعلی شنیدم که میگفتن کمم ساخته ایشون. چرا؟ چون که میان با آخرین پروانه مقایسه میکنن و فرایندی که اتفاق افتاده، اینکه اون مزایده چجوری بوده، اینکه زمینی بدون سند چگونه میتونه اینقدر روش کارگزاری بشه، اون که اون 5 هکتاری که اضافه شده از زمین‌های ارتش با چه موافقتی بوده، اینکه اینجا کلا اون دستور ماده 5 رو کمیسیون ماده 5 رو نداره، همه اینها رو ندیده. حالا برداشتن این رو تازه همت کردن یه عده‌ای بردن کمیسیون ماده 100 که به تخلفات بپردازه. کمیسیون ماده 100 چیکار کرده؟ کل این سابقه رو نگاه نکرده، اومده روی آخرین پروانه بنای ساخته شده رو مقایسه کرده. یه تخلفاتی رسیده که مثلا 200 میلیارد حالا با یه سری اضافات دیگه‌ای مثلا براش بسته، که البته نسبت به تخلفات ایران مال فکر می‌کنم یه شوخی بود. علاوه بر جریمه 248 میلیارد تومانی، طبق این رأی کمیسیون ماده 100 بیش از 76,000 متر مربع از بنای ایران مال هم باید تخریب و قلع و قم بشه که از آخرین وضعیت اجرای این حکم اطلاعی در دست نیست. یکی از مهمترین بخشای بلا تکلیف مونده حکم تخریب رمپ و لوپ هاییه که پیرامون ایران مال ساخته شده و تو رأی ماده 100 هست ولی گویا کسی قصد اجراش رو نداره. به چه معنی؟ معنی که شما توی اتوبان دارید میرید تو همت مثلا یه خروجی زده، خروجی برای ایران مال، میپیچید از یه لوپی از یه رمپی خارج میشید از اتوبان، اینجا یه خیابانیه در واقع اختصاصی،
وارد میشید میری تو پارکینگ این مجموعه. تمام این مسیر اطرافش که تبدیل شده به زمین‌هایی که قابل استفاده نیست، شاید اونجا اون برش و اون پهنه زمین میتونست مثلا یه بخشی بشه برای یه تعاونی مسکنی، یه پارکی، یه مجموعه فرهنگی، هرچی. همه اینها از در واقع شهرداری اختصاص پیدا کرده برای ایران مال. به این ترتیب نه با بازرسی‌هایی در طول ساخت جلوی پیشروی این تخلفات گرفته میشه و نه حتی حکم تخریب ماده 100 بساط اونا رو جمع میکنه و کار به روبان و قیچی و افتتاح میرسه. چگونه تو یک سیستمی یک مالی ساخته شده 10,000 متر این مال تخلف داره و متاسفم بگم که با کمال وقاحت دعوتنامه میزنم و مدیران عالی شهرداری تهران و شورای محترم شهر تهران رو فردا به جلسه افتتاحیه دعوت میکنم و روزنامه همشهری و ایران اطلاعیه اون مال رو چاپ میکنه. یک مالی که 10,000 متر تخلف داره و نامه شهردار منطقه زده و به سمت ماده 100 رفته و در واقع باید جلوی ساخت و ساز این مال تخلف داشته گرفته بشه، با چه تدبیری فردا قرار افتتاح بشه؟ اینو بپذیریم خیلی از مسئولین نمره قبولی در مبارزه با فساد نگرفتن. پای مبایعه‌نامه اولیه واگذاری زمین به علی انصاری رو 4 نفر از مدیران وقت شهرداری تهران امضا کردند. 2 نفر از این ترکیب یعنی عیسی شریفی قائم مقام شهردار وقت و حمیدرضا حیدریان رئیس وقت سازمان املاک و مستغلات شهرداری در ماه‌ها و سال‌های گذشته خبر بازداشت و باز شدن پرونده و یا محکومیتشون با اتهامات خاص اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شده که البته به دلیل عدم انتشار جزئیات دقیقاً نمی‌دونیم که آیا ایران مال هم سهمی در حجم این پرونده های حساس داشته یا نه. سرنوشت جالبتر اما به نفر سوم امضا کننده مبایعه نامه برمیگرده. عیسی میراحمدی قائم مقام وقت امور مناطق شهرداری تهران که روزی این طرف میز مبایعه نامه واگذاری زمین ایران مال رو امضا کرده بود، این روزا اون طرف میز و رئیس هیئت مدیره خود ایران ماله و داره پایین صورت جلسه واگذاریش رو امضا میکنه. به نام خدا، بینندگان عزیز و ارجمند سلام. خبرنامه تصویری بازار بزرگ ایران رو تقدیم حضورتون می‌کنم. پر سر و صداترین خبر این هفته آگهی مزایده فروش سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال بود که البته بازتاب وسیعی هم در رسانه‌ها داشت. در پی انعکاس گسترده آگهی مزایده سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال در رسانه‌های داخلی، بانک آینده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این تصمیم در راستای سیاست‌های نظام بانکی برای خروج از بنگاهداری و تمرکز بیشتر بر بانکداری حرفه‌ای بوده است و منجر به تضمین بیشتر حقوق سپرده‌گذاران می‌شود. واگذاری ایران مال با وجود همه این حرف و حدیث‌ها و تخلفات در ماه‌های گذشته به شدت خبرساز بوده. از بحث عرضه سهام در بورس گرفته تا رقم نجومی آگهی مزایده‌ای که بانک آینده منتشر کرد. در قسمت‌های بعدی مفصل به این اتفاقات و نسبت بانک آینده و شرکت‌های تو در تو با ایران مال خواهیم پرداخت. اما چیزی که فعلا مهمه اینه که گویا همه دست به دست هم دادن تا با چشم‌پوشی از چگونگی سر برآوردن متخلفانه ایران مال به اصطلاح آشغال‌های این تخلفات رو زیر تخت بریزن و به هر نحوی شده اونو تبدیل به پول کنن. از صدور گواهی عدم خلاف گرفته تا همراهی شهردار فعلی تهران در جهت آماده کردن ایران مال برای واگذاری رو در این راستا میشه فهمید. ایران مال مسببه داره، مسببه ماده 5 داره، منتها تخلف داره نسبت به اون مسببهش، رفته ماده 100 رأیش هم صادر شده. یه بحث و حدیثی راجع به مثلا قیمت تمام شده زمین در موردش وجود داره، دستگاه نظارتی بحثی کرده بودن که مکاتبه‌ای کردیم داریم پیگیری می‌کنیم. ولی از همه مهمتر این که داره سهامی عام میشه. اگر سهامی عام بشه ما نهایت کمکمون رو می‌کنیم که این اتفاق بیفته، چون دیگه تو از مرحله تخریب و اینها عبور کردیم. ولی اگر سهامی عام
بشه کمک میکنیم که این اتفاق مشکلاتش حل بشه، چون دیگه اون وقت وابسته میشه به دارایی‌های بانکی و مردم میشن سهامدارش و در صورت اینجور پروژه ها رو اون موقعی که باید تصمیم میگرفتیم باید تکلیفش رو معلوم میکرد. به تعیین تکلیف عجیب این روزها برای ایران مال و دور برگردانی که مسئولین شهری و بانکی بدون در نظر گرفتن تخلفات چند ساله این غول بتونی در پیش گرفتن باید بیشتر بپردازیم.